طول چند روز است رسانه‌ها درباره قرار مقامات قضایی روسیه نسبت استرداد شدن یک ساکن شهر باختری ولایت ختلان تاجیکستان الهام خالف حرف میزنند. الهام خالف را مقامات تاجیکستان به عضویت در گروه 24 متهم کرده از روسیه طلب استردادش را کردند. عین حال طور ایرین سکالووا وکیل دفاعی الهام خالف به رسانه‌ها گفته است تقریبا مسئله استرداد این شهروند تاجیکستان نهایی شده است و چند زینه دادگاه قرار استردادش را صادر کرده اند. یگانه امید این مراجعت به دادگاه اروپایی حقوق انسان مانده است. در حال مقامات تاجیکستان الهام خالف را به عضویت در گروه 24 متهم میکنند که خود او این اتهام را رد میکند. به گفت خود او تنها یک مرتبه در کانال زلا از حکومت تاجیکستان و پرزیدنت این کشور تنقید کرده است. بر ضمن این سنه 16 آگوست گروه 24 در سامانه رسمیش عضویت خالف در این گروه را رد کرد. اما گفته شده است که این گروه نسبت قضیه الهام خالف بی‌طرف نمی باشد. از مقامات روسیه در این بیانیه طلب کرده شده است که با به اینابت گرفتن شرایط سیاسی تاجیکستان او را آزاد کنند. الهام خالف 8 سال پیش با اهل عائله‌اش به روسیه کوچیده از مقامات کار با مهاجرت روسیه مجوز اقامه دائمی به دست آورده بود. اما سال 2018 طبق یک دستور مخفی مقامات امنیتی روسیه FSB از حق اقامت در روسیه محروم شد. ولی همانا همسر و فرزندانش شهروند روسیه می باشند. اینجا سوال به میان می آید که آیا حقوق آزادی های الهام خالف از جانب مقامات دو کشور نقض نشده ایستاده است؟ مقامات تاجیکستان می خواهند تنها به خاطر انتقادش که حق حلال شهروندیش است او را بازداشت و به تاجیکستان برده به سالیان دراز زندانش کنند و یک عائله سالم را ویران و فرزندانش را تنها به خاطر تنقید زنده یتیم کنند. مقامات روسیه باشد به این قرار است پدر شهروندانش را که نانآور و تأمین کننده عائله می باشد از شهروندی محروم کرده به تاجیکستان سپارد. مگر این عمل بیرحمانه که در آن یگان پرینسیپ های گومانیستی به اینابت گرفته نشده است تنها کوشش به زبان آزاداندیشان و حق طلبان قلف زدن نیست؟ در میان کشورهای پساشوروی که یک نظام یک حزبی کمونیستی حکمران بود تنها یک کشور، یعنی اگر بگیریم کشورهای عضو اتحاد مشترک المنافع یا به اصطلاح اسنگ، گرجستان توانست به آزادی های دموکراسی دست پیدا کند و یک کشور واقعا مستقل و آزاد شود و آزاد باشد. ما باقی کشورهای عضو از قبیل تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و من جمله ترکمنستان، آذربایجان، اینها نظام تغییر نیافت. یعنی نظام شوروی و نظام KGB یا همین KGB که ما داشتیم اصلا تغییر نخورده است. یعنی سمت سیاسی نظام شوروی هنوزم در این کشورها باقی است و درست است که در بعض موقعها منفعت‌های این کشورهای عضو به هم میخورند، یعنی روبرو میزنند. بعضی وقت مثلا یک حرفی هم میان اینا پیدا میشد، ولی در اصل شما میدونید که همون یک حزبی کمونیستی که پوتین خودش هم رئیس یک مقام استخباراتی یعنی KGB بود، بعد مقامدار بود، بعد هم رئیس FSB بود، بعد رئیس جمهور شد. یعنی هیچ چیز در نظام ها تغییر نیافته است. اگر گوییم که دموکراسی، نه، این کشورها شاید هم در کاغذ و در روی کدام چیزی نوشته شد، چون که قانون که نمیشه بعد این را گفت. قانون، البته اینا قانون خرچافکه کردگی هستند، در این کشورها قانون وجود ندارد. میخواستم قید کنم که
ما وقتی در این کشور از حقوقهای مهاجران کاری یا حقوقهای شهروندای تاجیکستان صحبت میکنیم، باید ببینیم که خود حکومت این کشور و رژیم پوتینی نسبت شهروندای خود چگونه رفتار میکنند. چند وقتی است که در روسیه انتخابات ها میگذارند. من انتخاباتی به اصطلاح مازگار دوما بود، یعنی دومای شهر مسکو، و خیلی از مخالفان بر روی خط نگرفتن، نگذاشتن که در این معرکه انتخابات شرکت ورزند و یک میدان برایی ها و گردی همایی بسیار گسترده را مردم روس، مردم بیدار روس، واقعا بیدار روس اینجا راه انداختن. و شما برخوردی پلیس با مردم این کشور، مردمی که واقعا میخوان به آزادی های دموکراسی دست پیدا کنن، شما جهان دیدن که چگونه پلیس نسبت مردم خود، کشور خود، شهروندان خود برخورد میکند. بعد جانب دیگر کار، این درخواست جانب تاجیکستان، طرف تاجیکستان، مقامات تاجیکستان برای استرداد شهروندای تاجیکستانی که دو شهروندی دارند. اصلا ببینید هر کسی که اینجا دو شهروندی دارد عموما از یگان حق و حقوقیت برخوردار نیست. شما ببینید با کرامت شریپوف اینا چیکار کردن. کرامت شریپوف که به قول خودش در چچنستان و در افغانستان جنگیده بود و نشانه قهرمانی هم داشت، مدال هم داشت و از جانب حکومت این کشور قدردانی هم گشته بود و منزل داشت و نمیدونم دچه داشت و یعنی از خیلی چیزها برخوردار بود. وقتی منفعت ها با هم خوردن، یعنی منفعت ها تقاضا کردن، در یک لحظه شهروندی کرامت شریپوف از بین رفت و ایشان به یک طور وجیح از جانب از طریق بازداشتگاه یا همون سپیس پریامنیک به تاجیکستان برگردان شد، در حالی که ایشان شهروندی تاجیکستان هم نداشتند. بنابر همین منفعت های این دو رژیم، می شود گفت رژیم های دیکتاتوری، چون که پوتین هم کمتر از یک دیکتاتور نیست، با هم برابرند، با هم میخورند. به هر حال هر وقت که مثلا تاجیکستان یا جانب تاجیکستان، حکومت تاجیکستان هر چیزی لازم شد از طرف روسیه، از جانب روسیه درخواست کرد، اینا برآورده میکنن. عادتا همین است. من همین چیزی که جانب تاجیکستان درخواست میکند از روسیه، این استرداد شهروندایی هست که نسبت رژیم حاکم تاجیکستان یگان مخالفت دارند یا یگان حرفی را زدن دیگر که جمهوری تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان در اینجا این منفعت‌های دیگری ندارد. خب منفعت‌های شهرونداش که سر جاش، منفعت‌های شهرونداش که کار ندارد، ولی وقتی که یه نفر انتقاد کرد حتما مقامات‌ها در جنب و جل می‌دارند و زود از جانب روسیه درخواست میکنن که این نفر باید استرداد شود، چون که واقعا هم تهدید است، واقعا هم خطر است. و رژیم که میخواهد مثلا 100 ساله های آینده هم سر قدرت باشد، از کمترین انتقاد ترس دارند. همون طوری که از یک برگ درخت میلرزن، از کمترین انتقاد ترس دارند. و برای اونی که شما میگید یک نان آوری خانه است و یک خانه مثلا ویران می شود، برای اونا هیچ ارزش این چیزا ندارن. یه نفر رو میگیرن مثلا 20 سال حبس میاندازن، شما گمان میکنید فرزندکای او پدر و مادر پیر او پیش چشم اونا میبیاد؟ نه، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. این ارزش ها برای ما و شما ارزش است. برای اونایی که مثلا در اون کرسی ها ششتگی هم هیچ ارزشی ندارد ویران کردن عائله یا احترام عائله، احترام پدر و مادر کسی که انتخاب کرده است، هیچ ارزشی ندارد. بنابر همین خود همین استردادها نشان داده همین است که رژیم حاکم به هیچ وجه نمیخواهد در این 100 ساله ها قدرت از دست دهد و همین گونه یک سلاله تأسیس داده، همین گونه 100 ساله ها باید که
چی قدرت باید در دستشان باشد.